بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوستان عزیز، درس تجوید را از کتاب تجوید نوین دوام می‌دهیم. موضوعی که ما قرار داریم صفات حروف و صفت‌های غیر متضاد هست، صفت‌هایی که مقابل ندارند و می‌گذریم به صفت امروزه تکریر. تکریر در لغت به معنای تکرار می‌آید. در اصطلاح علم تجوید این لرزش نوک زبان هنگام تلفظ حرف را میباشد که باید از آن خودداری کرد تا در وقت خواندن از یک را بیشتر تکرار نشود. تکریر بیشتر در حرف رائی با تشدید به وجود می آید. این صفت تنها در حرف را دیده می شود. حرف تکریر، حرفی که باید این صفت از آن سر نزند، حرف را می باشد. در رسم ببینید وقتی که ما حرف را تلفظ می کنیم نوک زبان به کام می رسد و در اینجا باید ما خودداری کنیم که از این که یک چند را تلفظ نشود. مثال ها را می خونیم. الرحمن الرحیم. بعضی ها می خوانند الرحمن الرحیم، یعنی حرف را از دو زیاد می خوانند. کرتون، ببینید کرتون، اگر کرتون خوانیم خطا است. مرتون، اگر مرتون خوانیم خطا است. ایضاح، هدف از دانستن این صفت خودداری کردن از آن است، نه به عمل آوردن آن، تا در وقتی تلفظ حرف را از یک حرف زیاد تلفظ نشود. دوستان عزیز، خلاصه صفت تکریر این است که ما باید خودداری کنیم که حرف را یک چند مرتبه تکرار نشود. میگذاریم به صفت بعدی، ششم، صفت تفشی. تفشی در لغت به معنای پهن شدن و انتشار می آید. در اصطلاح علم تجوید انتشار و پهنشوی هوا هنگام تلفظ حرف شین می باشد. حرف تفشی این صفت را تنها حرف شین دارد. ببینید دوستان، وقتی که ما حرف شین را تلفظ می کنیم، اش، صدا از گذرگاه تنگ گذشته آمده در دندان ها زده و پهن می شود. اش. مثال ها را می خونیم. اش، الشاکرین، یغش. می گذاریم به صفت بعدی، هفتم، استطاله. استطاله در لغت به معنای درازی یا دوامناکی می آید. در اصطلاح علم تجوید این دراز کشیدن صدا در مخرج حرف ضاد است که در نتیجه داشتن زبان به کرسی دندانهای بالا و به طرف دندانهای پیش کشیدن آن به وقوع می آید تا که حرف ضاد قلقله نشود. حرف استطاله این صفت را تنها حرف ضاد دارد. ببینید دوستان، وقتی که ما حرف ضاد را تلفظ می کنیم پهلوی زبان در دندانهای کرسی زده به پیش می رود. زبان رو تیز نمی گیریم. اگر زبان رو تیز از دندانها گیریم اد قلقله می شود. به این سبب ما باید زبان رو در کرسی دندانها داشته به طرف پیش حرکتش دهیم. مثال ببینید، مثال ها را. والارض، ببینید اگر والارض خوانیم زبان رو تیز گیریم از کرسی دندانها خطا می باشد. زبان رو داشته در کرسی دندانها به طرف پیش می کشیم. والارض فی تضلیل، اگر فی تضلیل خوانیم خطا است. وضرب لهم، اگر وضرب لهم خوانیم خطا است. زبان رو می داریم تا قلقله نشود. وضرب لهم. دوستان عزیز، خلاصه صفت استطاله در این است که هنگام تلفظ حرف ضاد ما باید زبان را در کرسی دندانها داشته به طرف پیش کشیم تا که قلقله نشود. والارض نشود.
بلکه والارض. میگذاریم به صفت بعدی، هشتم غنه. غنه در لغت به معنای صوت و آواز دماغی می باشد. در اصطلاح علم تجوید خارج کردن صدا از خیشوم یعنی خولگی بینی می باشد. حرف های غنه، حرف هایی که این صفت را دارند دو تا می باشند، حرف نون و حرف میم. در رسم ببینید دوستان، وقتی که حرف میم را تلفظ می کنیم لبها محکم می شوند و قسم از هوا از بینی می براید و هنگام تلفظ حرف نون قسم از هوا از خولگی بینی می براید. این است صفت غنه. اکنون بیایید مثال ها رو می خونیم. مثال های حرف نون: انعمت، اینک، من شر. مثال های حرف میم: امهلهم، اما، میم مسد. سوال ها برای سنجش. یکم، صفت تکریر را شرح دهید. کدام حرف را باید نگذاریم که این صفت در آن پیدا شود؟ دوم، صفت تفشی را شرح دهید. کدام حرف صفت تفشی را دارد؟ سوم، صفت استطاله را شرح دهید. کدام حرف این صفت را دارد؟ و چهارم، غنه چیست و کدام حرف ها این صفت را دارند؟ وظیفه خانگی: صفات حرف های گذشته را حداقل 3 مرتبه خوانید و جایهای اساسی آن را در دفتر کاری خود نویسید. این بود پایان موضوع امروزه. سبحانك اللهم و بحمدک، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.